بیچاره دل گردش میسوزه تاولا که دورچنا خدا گروش بسوزه هر کسی برنده خدا آبروش بوده دختری که توی گرشید اتاش در افروش بوده عرق تاجیکستان آدم مست میکنه بعدی عرقش نوشیدن پیان هنگاس میکنه هر کسی بانگ میزنه دلش دوک دوک میکنه وقتی گرده گلاس حیاتش دود میکنه اخدام خیلی آدم ها ایله ها پیشمان شوه خونش سودا کنه محتاج آن شوه اخدا آخری کار با آسانی حل شوه کسی قرصک میزنه پایین سرش کار شوه ای زنده باشه توی مبارک شوه برای تو تمام خوشی به مخشو گذم اما دیوان نیستم اخدا خیلی کاکا خوشار میتونم انا گوش کن تمام خوشی زندگی رو تمام داره همچه نگامو نگام اینجا نباشید مرا نپرسی آمده یا این بیره تایدن رای نبرفتم اینجا ایستا مدونه اوزی تلویزیون تماشا کردن تلویزیون حالی تماشا بودن ایزن من اینجا نمیستم تلویزیون صفینه اخبار مکناری کلانتر کانترش که اخبار اصلا اخبار تلویزیون همون اینه مادم تو اینا که جاکو کلالی بس نجوم السلام علیکم تماشا بله ایجاد من اینک برنامه تلویزیونی اخبار تلویزیون صفینه درستی با شما میستر قولی هفته اسپیشل در شهر دوشنبه در تیشه میکرایم در نزدیک انوده دو دوز رو دستگیر کردم صدرالدین نجمی و بهرام غفوری ساعت 12 شب باید که خوراکگر از خونه بیرون شده به خونه دون جوان حمله کردن توی درک نداری؟ دون جوان در حالت ماستی خواب بوده از کسی دون جوان یک سال 80 دیرم از درون شفاره دون جوان چیزهای قیمت بها ترسی کمایکا دپار کالورکی دپار چوکی و دو ترکالی آنخونا رو زیر کرده گریختم ساعت 11:20 خیر روزانه صدرالدین نجمی و بهرام غفوری به خانه شبنم سوریه در آمده فهمیدسته؟ روی مول زرگرانی او را دزده به نگین اماقلای فروختم از این کارها سردار گروه ملیتی حسن چلی خبر شده و کارگردان کرپسای جمهوری تاجیکستان خبر داد کارگردان کرپسای جمهوری تاجیکستان سیاوش گرگی بیگ پرده قاسم در پی جستجوی خوردگرها شدند در مدت 2 روز صدرالدین نجمی دستگیر کردند و به درون کاخ برباد برده صدرالدین نجمی زدن توبه کردم خدا چطوری توی لگم آشنو بتم بخرمه یک خرزنی دیگه میزن توی مبارزه دارد حال نبا ولی با اخبار با دوام داره ولی بهتر دوام السلام علیکم تماشا بینید من اینک برنامه دوامی اخبار صدرالدین نجمی و بهرام غفوری را گرفته آورده اینجا بردن اونجا اینجا بردن اینجا تاور را گرفتن هرچی کارو تیشت تیشی دار سات باشی نخواد همه اخبار دا تو ای ژورنالیست دا تا اخبار دروغ بگی گوش کن مرا ندونه خلق چی کارت میکنه فوتبال میکنم گوش کن مرا برادر مال در ازبکستان تو در رنگ داری ازبکستان دا؟ چیگه بود؟ زبان ازبکی را آور یزدک کدایی ازبکی را؟ فقط کوکم زکو چخلی گمه اینا تو مرا بپرس که یک دوسه چخلی میشه ما بکن تا یک دوسه چخلی میشه ما؟ یک بر دو چی؟ برگر سه چی؟ ای روستا بمبر فهمیدی؟ انا با گوش کن مرا تو میدونی؟ نه؟ سه چی میشه با ازبکی؟ چخلی؟ سه با ازبکی چی میشه؟ اوچ با هرشده دختارو بچه‌ها فوچ انا گوش کن مرا ایا خرچک دیگه میزنه بردار یا تمرین بده اوی خورده نکن من قرقان توی درم اکا همه توی درکی خدمتی سیاوش جان دیم اگه در آسوشوی نکن هایی که میدونه شبنم سرایه اومده گه قسم بخون به شوخی شبنم سرایه اومده گه ولی خطی نوزنداش میره بختو من بگریز مکنم نه گوش کن کلا رنگ قورت فچیدگی آخی اکا همه دوگی میبینم کلا رنگ پرچکی بکس های آخه من پیش میدیم کلا رنگ اسکورش افتاب بزن یا کپل میزنی کلا رنگ خلب سوختگی اولی شبنم دوام دکیم اومدک شبنم گوش کن مرا دقیقا میدونم چی کپل چی کپل؟ یا سال پسی که بینی تر دسته تاور کنه بشو بینی مرا؟ های بینی چپ چپ نکه اگه بینی خیتم جان های سید که بکشیم مبسرتی بخدا هر ساره هر پتی که بینی ده دق میگیری نه پروتستان نکن یک خرچکی دیگه بزنید باید یکو کار دیگه داره نه سلامت باشم گپا بسیار نمیکنم رقص بازی میکنم ولی شبنم آمدگه در بولای بعد ایک برادر مول
حاضر دقیقه من عروس تبریک کنم آخه تبریک کردم که بزرگان میگن که بزرگان اگه چی میگن من خودم میگم که عروس های خواهرم زینهار به من تخمه بگیرم من شما بگی تخمه عروس های خواهرم زینهار دل یاری عزیزت را میازار اگر یک ذره دانی قدر شوهر بدان تو مادرش را جای مادر که مادر هیچ بدخواهی پسر نیست زی مادر هیچ کلی را ضرر نیست و وقتی کاری خانه دست او گیر مشو هرگز مغامیر اگر تنها بماند پیش اوشین شنو پندش به کارت مصلحت گیر